سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. بعد مدت ها اومدیم با یه آموزشی جدید. امروز اومدم تا بهتون یاد بدم چی جوری وارد مینی گیم های رکروم بشین. حتما برای خیلیاتون سوال شده که چرا وقتی وارد مینی گیم هاشون میخوایم بشیم ما دور برمیگردونه به اتاقمون. خیلی گفتم با فیلتر شکن امتحان کنین و فلان و اینا. خیلی از فیلتر شکن ها جواب نمیدادن، ولی من امروز یه فیلتر شکن براتون آوردم که میتونه این بازی رو براتون راه بندازه و بتونید وارد مینی گیم های رکروم بشین. و اون فیلتر شکن نیست جز جامپ وی پی ان. برای نصب این فیلتر شکن میتونین از برنامه های مثل گوگل پلی استفاده بکنین. از فارسی تا انگلیسی هیچ فرقی نداره، هر کدوم که سرچ بکنی براتون بالا میاد. مثلا من جام فیلتر شکن رو به فارسی نوشتم، برام بالا اومد. اینجا وقت دانلودش کردین بازی رو بر وی پی ان رو باز میکنین و واردش میشین. در اینجا من راحت دیفالت گذاشتمش که خودش اوتو لوکیشن باشه، یعنی لوکیشن ها رو بهترین لوکیشنی که میتونه رو برای من انتخاب بکنه. بعد از اون روی این دکمه کلیک میکنیم تا برامون شروع شه. خب حالا برای ما فیلتر شکن وصل شد. بعد اون میایم وارد رکروم میشین تا بهتون ثابت کنم این کار عملی میشه. از اونجایی که لودینگ های رکروم کم طولانیه، برای همین من سرعت ویدیو رو زیاد میکنم تا شما خسته نشین. خب تا اینجا برای همه میاد و ما دکمه پلی رو میزنیم. خب تا اینجا بازی برای همه میاد و بعد دیگه همینجا هر کی وارد رکروم میشه اینجا رو میتونه ببینه. ولی من میخوام وارد این بازی ها بشم، این بازی هایی که هیچ کدومتون نتونستی واردش بشین. قبل شروع ما یه چک میزنیم به این چک. بعدی برای مثال یکی از گیم های ترند شدیم، بازی مثل این. خب برای اینکه بهتون ثابت شه من این دکمه رو میزنم تا وارد جوین بازی بشیم و عشق کنیم. و بله بازی به همین راحتی براتون میاد. و خب الان بهتون قرار بگم که برید عشقشو بکنید. و این هم از آموزشی این بازی که میتونید تمام این کارا رو انجام بدین. بازی به تو خیلی رواج و عالی بالا میاد. نه فقط این بازی بلکه همه بازی ها براتون بالا میاد. گفتن که چی بدونید. تا یه آموزشی دیگه، خدا حافظ.